سلام علیکم و رحمت الله. از رحمت خدا که شما از حال برادراتون خبر میگیرین. خداوند دو دکتون خیر بگردونه و پدر و مادر یار و برادر اهل بیتون از بالا زمین آسمانی نگه داره و گذشتگیتون طریقت رحمت و دخول جنت. خداوند مهربان در ماه شریف رمضان برادرها یاردم کردین. الحمدلله رب العالمین. شما ما را یاردم کردین. الله مهربان به شما یاردم کنه. هر مراد مقصدی که دارین با مراد مقصداتون برسونید. آمین. خدایا قبول کن خیرشان. الله اکبر. سلامت باشید. حق رو با دعا باشید. ما خدا نگهبان. دعا کنید.